قبل از اینکه به هر صورت انسان‌ها به ادیان توحیدی به هر صورت اعتقاد داشته باشن، طبیعتاً می‌دونیم که ما دین‌ها، آیین‌ها، رسوم مختلفی در مناطق مختلف دنیا وجود داشته و در گیلان فارغ از این نبوده و طبیعتاً همه ما میشناسیم و نمودهای اون رو می‌دونیم. خب انسان خیلی به طبیعت چه بیجان و چه باجانش اعتقاد داشت. حالا هم طبیعت بیجان داریم هم طبیعت باجان و انسان گیلانی با توجه به تنوع مشخص اکوسیستمایی که در گیلان وجود داره و تنوع جغرافیایی که وجود داره در میان مردم فلات ایران بیشتر به قول معروف چه اجزای جاندار و بیجان مقدسی داشته در تاریخ و کهنش. و طبیعتا ما توی مطالعه که انجام دادیم بخشای از این کار جدید جدید نیست. مثلا بخشی که تو این کتاب جدید بحث کوههای مقدسه. ما در این کتاب برای اولین بار به شکل رسمی، هرچند دکتر سوتلا قبلا اشارات کرده بود، اصلا به آیین یا رسم یا اعتقاد و تقدس کوه در گیلان اشاره میکنیم و شده نزدیک 50 کوه مقدس در گیلان وجود داره که گیلانی‌ها اونو میپرستیدن و بهش اعتقاد داشتن و به احترام. علاوه بر اون در این کتاب در مورد غارهای مقدس، سنگ‌های مقدس، حالا سنگ‌های مقدس به درخت‌ها برای مردم آشناتره. همه ما در بقعه‌ها یا به قول معروف جای روستایی که ما زندگی می‌کردیم یا اقوام و پدران مادران ما بودن، اینها رو دیدیم. درخت مقدس زیاد دیدیم، به قول ما سنگ مقدس دیدیم. اینها رو چشمای مقدس اومدیم میراث‌های طبیعی چه جاندار و غیر جانداری که تقدسی دارن یا احترام مردم براشون قائلن به هر دلیلی، یا در دین اسلام بهش تاکید شده یا در آیین‌هایی که در گذشته بوده، رو فهرستشون رو جمع آوری کردیم با یه مقدمه برای هر کدوم. یعنی اگر بحث کردیم کوههای مقدس گیلان، توضیح دادیم چرا با این کوه مقدس بوده و چرا احترام داشته و چرا، یا غارهای مقدس از اون تزیینات داخل غارها، حالا اون دخیله‌هایی که بستن، همه اینا مسترد شده است. یه سری از درخت‌های مشهور گیلان رو معرفی کردیم، چون درخت‌های مقدس گیلان که بیشمارن، چشمه‌های مشهور گیلان بیشمارن. ما 16000 خوردی چشمه داریم در گیلان که خیلی هاشون مقدسن. حالا خیلی ها نمیخوام عدد بگم یا درصد. اینها رو در این کتاب مجموعه دانشنامه جمع کردیم، چون جزو مجموعه دانشنامه بوده و معرفیشون کردیم. حالا اونایی که شاخص بودن، حالا چشمه شاخص داریم، درخت شاخص داریم، غار شاخص داریم، سنگ شاخص داریم و کوه شاخص داریم. تا اینجا که من یادمه اینا رو توش معرفی کردیم. تقدس طبیعت مثل غار، درخت، چشمه، چه تفاوتی در گیلان با سایر استان‌ها وجود داره از نظر تاریخی و از کی تو گیلان اینها مشاهده میشه؟ خب تاریخشو نمیشه گفت از کی. به هر صورت ما در مورد دیرزیست، اینکه در گیلان مردم دیرزیست بودن و با توجه به یافته‌هایی که در غار در بند رشی وجود داره، سابقه سکونت انسان به 240,000 سال میرسه. اینکه از کی این آیین‌ها بوده دقیقا مشخص نیست. یعنی نه باستانشناسان نه تاریخ‌دانان نمیتونن در این زمینه صحبت کنن، ولی خب ریشه‌های اون آیین‌ها بوده. وقتی شما میرید در امامزاده برصد برای اون درختم دخیلی میبندید، نشون دهنده تلفیق و ریشه اون اتفاقاتی که در گذشته تاریخی گیلان بوده. اون من نمیدونم و بعیدم میدونم فعلا کسی بتواند بگوید که آقا مثلا آیین مثلا پرستش درخت از کی بوده، چون خیلی برمیگرده به انسان‌هایی که و دین‌های اولیه و آیین‌های اولیه انسان. نمیتونه تاریخ گفت. فرقش در گیلان عرض کردم یه جورایی بهتون قبل اشاره کردم. فرقش در گیلان این بود که به صورت ما عناصر طبیعی در گیلان ما خیلی زیاد. در یزد اینجوری نیست. نه اینکه کوه نداریم، کوه داریم، بیابان داریم، ولی شما در اینجا یک مجموعه کامپلکس دارید، پیچیده‌ای دارید که دریایی از کوهی از باشیب زیاد و اینکه انواع اکوسیستم ها رو دارید. اکوسیستم دریایی، رودخانه‌ای، مصبی، جلگه‌ای، کوهپایه‌ای، جنگلی، مرتعی، کوهستانی. این باعث شده که تنوع اینها بیشتر باشه به نظر بنده. یعنی تنوع. خب مثلا نگاه کنید در یک استان شاید 3 تا گونه درخت ارس باشه، ولی اینجا مثلا در بحث تقدس درخت شما فقط یک گونه رو نمی‌بینید. فقط کیش یا شمشاد نیست. شما نارون می‌بینید، آزاد می‌بینید، شمشاد می‌بینید، سرو می‌بینید، ارس می‌بینید، آزاد می‌بینید، حتی لیلیکن می‌بینید. نه، این تنوع باعث شده تنوع اینها بیشتر بشه. شاید مثلا در یزد فقط سروه، شاید در کرمان فقط ارسه، و در گیلان تنوع زیاده و اینا وجود داره. اگر آزاد پرستیده میشد شما نمیگید فقط درخت آزاد، نه، در گیلان کیش بوده، در گیلان راش بوده، در گیلان نمیدونم درخت سر بوده. همه اینا این تنوع خاص ذات جغرافیای گیلان، چون بحثش متنوع بودید دیگه. ریشه اینا رو نمیشه پیش بینی کرد. نگاه این دیگه کار من در منابع گیلانی تا ندیدم، چون همین کارو داشتیم انجام میدادیم که چه زمانی برمیگردد. ولی خب طبیعتا اینکه چرا حالا سنگ مقدس شده، چه کار
معمولا چرا؟ معمولا به خاطر شکل‌های خاصشون. مثلا برای وقتا یک سری سازندها یا سنگ‌های خاص در زمین شناسی ما اصلا رشته داریم به ژئومیتولوژی، یعنی باستان شناسی همین اسطوره و آیین‌ها که تا همین کتاب ما استفاده کردش. شما یه سنگ خاصی هست در دیلمان، این سنگ به اندازه این ساختمون 4 طبقه است، وسطش صاف بریده شده، بهش گفته سنگ دیلمان. خب اون بومی وقتی نمیتونه سازوکار اینو از لحاظ علمی توجیه کنه یا تبیین کنه، یه اسطوره یا آیین یا تقدسی براش قائل میشد. یه سنگ خاصی میدید، میگفت گیشه تله، مثلا سنگ عروس. اینا برمیگرده به همون کنجکاوی انسان و شکل، شمایل، رنگ و ویژگی‌های خاص خیلی از اینا. درختی بوده، درخت کهنسالی بوده، شاید همون کهنسالیش باید بشه به قول معروف باعث تقدسش میشه. در مورد سنگ‌ها و غارا ما اینو میدونیم. غارا دلیلش به خاطر ناشناخته بودنشون بوده. سنگ‌ها به دلیل خیلی هاشون شکل خاصشون بوده، ویژگی خاصشون بوده، رنگ خاصشون بوده، چون بی بومی نمیتونست مثلا برای اونا روایت درست بکنن. مثلا منشورهای بازالدی در کوی فیروزکوی دیلمانه، به خاطر اینکه همین که نمیدونستن چرا این منشورهای 70 سانتی درست شده و واقعا انسان میبینه فکر کنه با دست درست شده، اون انتساب دادن به حضرت سلیمان، چون حضرت سلیمان بین پیامبرها به قول معروف یک حالت جادوگری داشت، خیلی از این کارا میکرد. بنابراین چرا از لحاظ ریشه های عینی اینا برمیگشت به ناشناخته بودن، برمیگشت به کنجکاوی. همینطور برای ما همین پدیده الان هم احترام برانگیزن. شما همینطور که الان میرید پیش درخت 2000 ساله بلوط احترام میذارید، چون همین الان در این سال 1400 این کارو میکنید. طبیعتا برای بومی یک سنگ، درخت یا غاری که در اون موقع وجود داشت، تازه شما میدونید درخت چطور به وجود اومده، غار چطور به وجود اومده، اون موقع تا چند هزار سال پیش، چند صد سال پیش این قضیه حتی اتفاق نیفتاد، نمیدونستن.